إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی بیان سه طایفه را با امرای صفات خصوصی از او ذکر کرد. یک طایفه را به نام مهاجرین یاد میکرد. مهاجرین دارای سه صفاتش الله تبارک و تعالی ذکر کرد. یکی صفت اخلاص داشتن، دوم صفت جهاد، سوم صفت صداقت. دوم طایفه انصار بودن که وام مشتمل به سه صفت بودن. محبت با مهاجرین زیاد داشتن، یک صفتشان. دوم ایثار و قربانی میکردن، ترجیح میدادن دیگه کسا. سوم از هر نوع کینه و بخل و حرص خدا پاک کرده بودن. سوم طایفه از تابعین بود، کسانی که پشت سر مهاجرین و انصار تا روز قیامت مسلمانای واقعی میایه. بیان حالات ازوا بود. وام دارنده سه صفت بودن. یکی خودسازی بود، یعنی تقوا، خدا آماده کردن به پذیرفتن امو احکامی که الله روان کرده. دوم احترام داشتن به پیشگامان، کسانی که در ایمان از ما سبقت کرده برای از ما باید تعظیم بکنیم، احترام بکنیم. سوم صفتش از هر گونه کینه و حسد خدا پاک نمودن. از امو خاطر در دعای خود به می سه صفت امی طایفه ذکر کرده بود که ربنا اغفر لنا دلالت بالای ازی میکرد که یا الله ما خدا می سازیم، یعنی ما اظهار عاجزی و تقصیر خدا در پیش تو میکنیم. این مردم میگه خودسازی. و بعد از او ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، این احترام است برای گذشته ها که برایشان دعای نیک کردن. و بعد از او گفتن که در دلای ما الله غل پیدا نکنی، کینه را در مقابل مؤمنا. اینی طایفه آخری که تا روز قیامت ادامه داره، وقت چی امتیاز برش ثابت میشه که اینی سه صفت دوا دیده شود. هم صفت خودسازی یعنی تقوا را اختیار کنه، و هم صفت احترام برای پیشینا، و هم صفت ازی که در مقابلش حسد نداشته باشه. آلی طایفه چهارم بیان میکنه الله تبارک و تعالی که وا منافقین است. برای ازوام الله تبارک و تعالی سه صفت ذکر میکنه. اما منافقینی که برای یهود وعده های کمک داده، سه قسم وعده برشان دادن برای یهود. یکی گفتن که اگر شما را از اینجا از جایتان بیجا کرد ما امرایتان روان هستیم، در سرحدی که میرسه شما را تنها نمیگذاریم. دوم اگر پیغمبر علیه السلام ما را دعوت داد که بیای قطما در جنگ علیه یهود بجنگه، ما به هیچ وجه قطع شریک نمیشیم در مقابل شما. سومشان در موقع جنگ پشتیبانی شما را میکنیم. این سه صفت برای منافقین بود که الله تبارک و تعالی در اینجا ذکر میکنه. در بین چهار طایفه الله تبارک و تعالی مقایسه میکنه که صفات ازها را در نظر گرفته امرای نتایجشان و صفات این طایفه را در نظر گرفته امرای نتیجهشان. هر انسان سرنوشت زندگی خود در دنیا تعیین کرده میتونه که امرای کدام طایفه حرکت بکنه. از او خاطر الله تبارک و تعالی این داستان تفصیلوار برای ما ذکر میکنه. الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام به او کسانی که نافقو، منافقت اختیار کردن. عبدالله ابن ابی ابن سلول که سرلشکر همین منافقین است، زمانی که پیغمبر علیه السلام اراده جهاد علیه بنو نذیر شروع میکرد و بنو نذیر وقت داد که در روز شما وقت داری و حرکت میکنی، از اینجا کوچ میکنی. عبدالله ابن ابی ابن سلول که رئیس منافقین است رفت برای ازوا اول روی کرد که شما به هیچ وجه نبرای. چرا؟ به خاطری که ما امرایتان هستیم، اگر کشیدتان ما قطعتان یک جا. اگر ما را گفت که علیه شما بجنگیم به هیچ وجه ما اطاعت پیغمبر نمی کنیم، او تنها زوری از واسه شما نمیرسه. سوم ما پشتیبانی تان هم میکنیم. سه وعده کاذب و منافقین داده بود، یک وعده را عملی نکرده. چرا؟ زمانی که پیغمبر علیه السلام با صحابه حرکت کرد نقطشان یاری کرد و در میدان نعوذ بالله هلاکت آورد، خود پس گریخت. الله تبارک و تعالی تشبیه نمی حالت با تشبیه شیطان میده که در جنگ بدر شیطان با امرای لشکر اهل مکه یک جا بود
وعده های چرب برش میداد. خود به شکل سراقه ابن مالک یکی از جمله کلانای یک قوم معرفی کرده بود. لیکن زمانی که میدان نبرد گرم شد شیطان فرار کرد و می گفت که ما از الله می ترسم، ما از شما بالکل بیزار هستم، قطعی شما هیچ نوع رابطه و تعلقه ندارم. این میسته کسی که قطعی منافقین یاری میکنه، دوستی میکنه، سرانجام او را اینمی قسم در میدان هلاکت رسانده خودش فرار میکنه و تو را میگذاره. و همین معامله شیطان با انسان هاست در دنیا، پشتی سر آمده رایسته. الله میفرمه الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام یا مخاطب به او کسانی که نافقو نفاق اختیار کردن، در زبان یک گپ میزنه، در دل اراده دیگر داره. یقولون میگوین لاخوانهم، اول مطلب است به برادرای خود میگه. قرآن کریم یاره اخوان میگه چرا هم مذهبشان است، یا در قلب قطعی از رسم رواج حرکت تمام گپای از واره خوش چیسته میپذیره. یقولون میگویا لاخوانهم، برای هم مذهبایشان، هم عقیده و هم فکرایشان، الذین، امو مردما. اینجا مراد اخوان نسبی نیست، چرا؟ و یهود بودن، از جای دیگه ناقلین بود. او اینجا عبدالله ابن ابی ابن سلول یا از جمله منافقین ساکنین اهل مدینه بود. از او خاطر مراد از اخوت نسبی نیست، اخوت هم فکری و هم عقیده ویسته. چرا؟ اردو طایفه پای لچ کرده بودن علیه اسلام، برای تخریب اسلام تلاشو بدو میکرد. الله میفرمه الذین کفروا، برای برادرای خودم کسانی که منکر بودن از نظام الله نپذیرفتن. اینجا مراد از انکار نبوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نپذیرفتن است. از همون خاطر اگر یک آدم 100 دعوا بکنه، هر نوع کتاب قبول بکنه، خو لیکن تنها به نبوت پیغمبر اعتراف نکنه، کافر است. چرا؟ قرآن کریم یاره کافر میگه به خاطر ازی که از نبوت پیغمبر منکر بود. از الله منکر نبودن، اهل کتاب بودن، تورات قطعشان بود، لیکن الله یاره کافر گفت. من اهل الكتاب، از اهل کتاب، لئن اخرجتم، اگر شما کشیده شوی، لنخرجن معکم، خامخام ما قطعتان را میبراهیم. یعنی از وطن خود قطعتان میبراهیم، اینقدر دلسوز هستیم. اگر شما از جایتان جبران کشیده شده، ما قطعتان همکار و روان هستیم. یک مسئله. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اطاعت نمیکنیم فیکم، در مقابله شما. اگر کسی ما را دعوت بده در برابر شما بجنگانه ما را، احدا، از هیچ کسی اطاعت نمیکنیم ابدا، به هیچ هرگز هیچ وقت ما را نمیتونه که علیه شما بجنگانه، که ما امکار قطع دشمن شما شویم، مقابلین شما شویم. این دو وعده. سوم، و این قتلتم، اگر قطع شما جنگ کرده میشه، یعنی از طرف دیگه جنگ تحمیل میشه، لننصرنکم، خامخا ما امداد کمک شما را میکنیم. چقدر تاکیدات کرده. الله چی میفرمه؟ والله یشهد انهم لکاذبون، یقینا الله شاهدی میده، گواهی میده، انهم من منافقین لکاذبون، دروغ میگن. مثل که حوادث بعدی، حالات بعدی، امی دروغی از واره بالکل آشکارا میسازه که این مردم واقعا که دروغ گفته بود، پشت سری گپا آمده رایسته. الله تبارک و تعالی قبلا شاهدی داد. لئن اخرجوا، اگر یا براین کشیده شوند از اقامتشان، مسکنشان، لا یخرجون، نمیبرای منافقین، معهم امرای یهود. ولئن قتلوا، اگر قطعی زیاد جنگ کرده شو امرای یهود، لا ینصرونهم، منافقین امدادی نمی یهود نمیکنه. ولئن نصروهم، اگر بالفرض و تقدیر امدادم بکنه، لیولن الادبار، خامخا پشت خود دور میده، یعنی از میدان جنگ فرار میکنه. این مردمای مرد میدان نیست. ثم لا ینصرون، بعد از امدادی از یا کردن نمیشه، از یهودم از منافقینم. اردو طایفه را الله ذلیل میکنه و همو ترام شد. در آیات عجیب درس عظیم است برای ما. فرق در بین اخوت مؤمن و اخوت منافق چقدر هست، چه امتیازات داره. اینی را میگه چیست صورت مقایسه، که انسان مقایسه کنه که دوستی با کدام طایفه است. اونجا مهاجرین و انصار الله تبارک و تعالی ذکر کرد، اونو را اخوت میگفت، که هنگامی که امی خیبر بنو نذیر ای میکنه، مالایش غنیمت میشه، پیغمبر علیه السلام به انصار مشوره میکنه که مال کلش د مهاجرین میدیم، به خاطر که چیسته از عهده شما کم شوه، جنجال شما کم شوه.
و به صدق دل، به اخلاص دل برای پیغمبر میگه که بالکل درست است. اینی قدر کینه نداره، اعتراض نداره، انتقاد نداره. زمانی که مهاجرین می آمدن قرآن گفت که و یحبون من هاجر الیهم، محبت میکنه برای کسی که هجرت به سویشان میکنه. اونو اخوت است که مهاجر قطع انصاری از هر چیزی خود، از مالی خود، خانه خود مکمل تیر میشه، او را اخوت میگه. و در میدان نبرد شانه در شانه اردو در مقابل دشمن می جنگه. اینی ثمره و نتیجه اینی میتور اخوت است. از او خاطر در دنیا اینطور دوست اختیار نمودن که واقعا در فکر و عقیده قطعی تو همسان باشه. پس وقتی که در چند روز زندگی که انسان موقت میکنه در یک جای، باید دوستی را انتخاب بکنه که او هم عقیده و هم فکرت باشه. چرا؟ نزاع پیدا میشه، کشمکش و جنجال پیدا میشه. چرا؟ یکی یک قسم عقیده و فکر داره، عقیده و فکر که متضاد باشه آثار اعمالشان هم متضاد است. یکی دیندار است، یکی بیدین. یکی نماز میخونه، دیگهش نمیخونه. یکی چرس میکشه، دیگهش نمیکشه. یکی نظافت خوش داره، دیگه نعوذ بالله نجاسته. تضاد میه. از همون خاطر هیچگاه اینطور زندگی هماهنگ نمیشه. زمانی که برگزیدن یک دوست برای چند روز زندگی مناسب است که فکر و عقیدهش با تو برابر باشه. آیا زن و شوهری که میخواهند مدت عمری که الله زنده یا را نگاه میکنه یا فکر و عقیدهشان جور نباشه؟ خامخا بعد فکر و عقیدهشان جور باشه. این مردم ها بیچاران نمیدانند که ما چی ظلم های میکنیم سر دخترای خود. با وصفی که دختر متدین است به بچه نعوذ بالله لچک و فاسق میده. دختر یک قسم عقیده داره و بوره به بچه میده که دیگه قسم عقیده داره. اینمی پدر و مادر است که به نزد الله تبارک و تعالی مسئولیت دارن که از فکری بچه سوال نکرد که چی رقم بچه چی مفکوره داره، به کدام ملت تعلق داره و چی اندیشه داره. این گپا را سوال نمیکنه. فقط مردم در نظر گرفته که مال، دارایی، بلدینگ و موتر داشته باشه. از پانتون فارغ است، دکتر است یا انجینر است، اینی وظیفه را داره. امیر در مد نظر میگیره، سرنوشت دختری خدا تباه میکنه. آینده از زور مکمل در جنجال و جنگ، حتی امو جنگا بری خودشان هم کشانده میشه، خودشان هم ملوث به اونمو غم و درد و اونمو جار و جنجال میشه. اینمی بی فکریست که قرآن برای ما میگه که در بین دو طایفه فرق زمین و آسمان است. منافقین اگر قطش دوستی کردی و اخوت کردی، رابطه گرفتی و درد تو را دوا نمیکنه، فقط تو را در میدان هلاکت میکشانه. لافای نعوذ بالله زبانی میگه، اما در میدان عمل چیزی دیده نمیشه. در میدان اعلام میکنه تا این منافقین است و گاهی با منافقین رابطه و تعلق انسان پیدا نکنه. یعنی صفاتش است. از همون خاطر است انسان بر بالای کسی اعتماد بکنه که واقعا هم فکرت است، هم عقیدت است و واقعا در میدان سختی قطعت استاد میشه. در میدان نعمت هر کس همونطور گفته رایسته. فرق در بین اردو اخوت اینی قدر است. مؤمنا را بیبی به چه اندازه اخوتشان محکم مستحکم با اساس و خلوص نیت خاص به خاطر رضای الله، و منافقین بیبی آخر انجام هم قطعش کمک نمیکنه. لانتم اشد رهبتا، خامخا شما خیلی سخت است رهبتا، از روی رعب و ترسیدن خیلی وحشت داره. چرا وحشتی از یا بسیار ریشه داره است. این در قلبشان ترس جا گرفته که آثار امی ترس در ظاهرشان نمایان میشه خود به خود. چرا؟ لانتم اشد رهبتا، شما خیلی سخت است از روی رعب و ترس، فی صدورهم در دلهای از یا امی منافقین، من الله، به نسبت ترس از الله. او ترسی که از شما داره ترس از الله نداره. ترسی که از شما داره ترس از الله نداره. چرا؟ به خاطری که الله را نمیشناسه، عقیده به الله نداره، از همون خاطر ترس هم از الله نداره. اما شما را خود مشاهده کردم، میبینه قوت و نیرویتانه، از همون خاطر از شما میترسه. از همون فرق در بین مؤمن و کافر امیسته. کافر نیروی یا قوت غیر غیبی را ایج عقیده نداره و نه از پیشش ترس داره، اما وقتی میبینه قوتهای ظاهری را از این خیلی ترس داره. الله تبارک و تعالی میگه ذالک بانهم قوم لا یفقهون. این به خاطری است، یعنی ترس از شما و از الله تبارک و تعالی نترسیدن، این به خاطری است که یا قومی است لا یفقهون، که نمیدانه اینطور میکنن. چرا؟ به خاطری که در مورد قدرت الله و در مورد صفات الله معلومات نداره که الله کدام ذات است.
پس وا همیشه نظرشان در ظاهر است. در ظاهر خو الله تبارک و تعالی قوتش بری تو اینطور نمایان نمیشه تا که تو تفکر نکنی، اندیشه نکنی که الله کدام ذات است او چه صفاتای داره. از قوت شما را مشاهده میکنه، از او خاطر ترسشان از شما زیاد است. اگر یا ترس از الله می داشتن، قاعده است که دو ترس در قلب جمع نمیشه. اگر کسی ترس از الله داره، از مخلوق الله باز ترس نداره. اگر کسی ترس از مخلوق الله داره، باز او از خالق نمیترسه. اینی طور حقیقتا را ما و شما همیشه میبینیم که با وصفی که صلاحهای زیاد داره. امروز جهان ببینی وسایل چیستا پیشرفته برای جنگ خیلی فراوان داره، لیکن هراس و ترس و رعبشان از یک مملکت خرد مسلمان ها خیلی زیاد است. علتش چیست؟ که یا از نیروی قوی الله تبارک و تعالی گویی نداره، مومن اتکاش به قوت بزرگ است که الله است، او یا کس همیشه نظرشان به اینمی وسایل ظاهری است. نمیگه که وسایل ظاهری سبب است، اصل مسبب الاسباب، او ذاتی که اسباب پیدا کرده و تاثیر درش انداخته، او ذات خیلی اعتبار داره. شما در تمام میدانهای جنگ همیشه مؤمن پیروز میبینه، به خاطری که اتکای از این سری الله تبارک و تعالی است. چرا اینطور فکر میکنن که از الله که فوق دیگه قوتی نیست، از همون خاطر خیلی دل بالا میجنگه او خوب حرکت میکنه، بخلاف نعوذ بالله کفار منافقین. چرا وا الله را نمیشناسه، نیرو یا قوت درونی نداره، معنوی نداره، فقط اسباب در نظر میگیره. قرآن هم میگه کیا چیسته؟ بیانهم قوم لا یفقهون، کیا قومی هسته که هیچ فقاهت نداره. معلوم شد قرآن واضح میکنه که اصل علت اصلی اونمو جهل و نادانی است، نه درک کردن اصل واقعیت است که واقعیت ها را درک نمیکنه، صفات الله را نمیشناسه. از او خاطر از اونمو امی ترس از انسان ها در قلبش پیدا میشه. لا یقاتلونکم جمیعا، جنگ نمیکنم برای شما جمیعا همه یک جا شده، الا فی قرى محصنة، مگر در دیهاتا قریه ها آبادی هایی که محصنة حصار کرده شده باشه، پیچانده شده باشه، محکم آبادی باشه، بعد از او جنگ میکنه. یک او من وراء جدر، یا از پشت سر دیوالا. این مردم الله غیرتش سلب کرده، رعب شما را در قلبش انداخته. اول جنگ نمیکنه که یک جای شوه، اگر جنگ میکنه در پشت قلاهای خود پشت شده، در سنگرایی که از هر طرف چی باشه چاپیر شده باشه، چی صد داشته باشه، مانع داشته باشه، اونو وقت بازی قطتان جنگ میکنه. دیگه بحثهم بینهم شدید، دو معنا داره. بحثهم بینهم شدید، جنگای از یاد بین خودشان شدیدون خیلی سخت است، خیلی سخت. اگر جنگ در بین خودشان باشه باز اینقدر سخت جنگ میکنه و اینقدر جنگی معلوم میشه که پرسان نکن. اما هنگامی که مقابل شما میشه باز دیگه امو قوتشان از بین میره. امو طور است اگر امی کفار ممالکش یکی با دیگه خود بجنگه، در یک ساعت امی کلی گپا را فیصله میکنه، دیگه چیز باقی نمیمانه. امو طور هم است. مملکت ها را وقتی تسخیر میکنه میگیرن، شما میبینیشه. خب زمانی که در مملکت اسلام میرسه، در مملکتی که اونجا مسلمان زندگی میکنه، باز دیگه چیسته زانو میزنه. الحمدلله نیروهای بزرگ جهان امروز در یک افغانستان چی کرده؟ زانو زده، در حالی که مکمل مردم هماهنگ نیست در مقابل ازوا، بلکه اکثریت مردم قطعی های استاد است. دی خیلی کم مردم دیگه طرف هسته، لیکن باز هم زانو زدن. علت چیسته؟ علت این میسته که یا لا یفقهون است، فقاهت نداره، علم نداره، اتکا به نیروی الله نداره، یا فقط به اسباب ظاهری خود اتکا کرده، از همون خاطر در هر میدان شکست میخوره. مردم ها قصه میکنه وقتی که سری از یا فیر میشه میگه این قدر چیخ میزنه این تو میترسه که پرسان نکو. اوی واقعیت است. این مسلمان است که هیچ نمیترسه، حراسی نداره غیر از الله تبارک و تعالی. دوم ترجمه بحثهم بینهم شدید، لافای جنگ از یا در بین خودشان تا که جنگ واقع نشده باشه، پیش از درگیری جنگ، پیش از آغاز جنگ خیلی سخت می باشه. هر کدام لاف میزنه که من این سنگر میگیرم، من اینطور کار میکنم، من از این تکتیک کار میگیرم. این نمیسته. شما در اولی همی جنگات تبلیغاتی که در رادیوها شد چقدر چی بود؟ حراس افغان بود. هر کسی راست میکرد که حالی چی طور کنیم.
حالی امو تبلیغاتشان، امو گپایشان در بین خودشان و خیلی سخت می باشه، لافای خیلی کلان میزنه، ولی وقتی که جنگ آغاز شود باز همه چیز در میدان میبره که چقدر نیرومند هستند. جنگ میتونه یا نمیتونه؟ تحسبهم جمیعا، تو گمان داری یاره که یا با هم یک جا هستن؟ در ظاهر برید معلوم میشه که در عقیده مشترک هستن، حتما دیگه یا یکی هستن، متحد هستن. خو الله چی میگه؟ و قلوبهم شتا، دلهای از یا پراگنده است، هدفی که در دلها و درونی از یاست او علایده است، جدا جدا است هر کدام. چرا؟ به خاطری که هدف از یا منافع شخصی است. هر کس در تلاشی است که منافع شخصی خدا تامین بکنه. از همون خاطر در یک افغانستان هر مملکت سرمایه گذاری میکنه. فرانسه از یک طرف، آلمان از دیگر طرف، انگلستان از دیگر طرف، امریکا از دیگر طرف، روسیه از دیگر طرف، هر کدامشان او امیالی که به شکل یک نیروی ناتو آمده، هر کدامش اهداف جداگانه داره. ممالک اروپایی خوش بودن که امریکا حمله کنه. چرا؟ به خاطر که یک ابرقدرت بزرگ در پالویشان خیلی در اوج خود رسیده بود. هر لحظه حراس داشتن که سر ما حمله میکنه و ما را زیر زانو کده رویسته. زمانی که حمله به افغانستان شد فهمیدن که حالی این قوتش دیگه باقی نمیمانه. از امو خاطر همکاری را اعلان کردن امروی امریکا. امروز امو طور است، دست به فرار هستن، راه و چاره نداره که چی کنیم. هر کدامشان برای خود اهداف داره. قرآن 1400 سال پیش برای ما این وضاحت کرده بود. چرا؟ به خاطر که هر حرکتی از یا به خاطر منافع مادیشان است. هر کدام منافع خدا میبینه، دیگه کدام گپی نیست. برخلاف مسلمانا کلگی یک دل است. چرا؟ هر کدامشان رضای الله مطلبشان میباشه، کدام هدف شخصی نمیباشه. بله اگر در مسلمانا اینطور پراگندگی در هدف پیدا شد، باز الله یارم ذلیل میکنه، مثل که ذلیل کرد مجاهدین ما را زمانی که هر کدام هدف علیحده داشت، یا به خاطر قوم مبارزه کرد، یا به خاطر لسان مبارزه کرد، یا برای از اینکه من چوکی برسم، الله ذلیلشان هم کرد که هیچ قوت نداره. امروز واقعا که در آخری درجه مستوای ذلت قرار گرفتن، دیگه چیز باقی نمانده. علت ایسته که یا امو هدفی که جهاد برش میشه، او هدف در دنبال خود گذاشتن، برای او هدف نجنگیدن. هدف رضای الله تبارک و تعالی بود، می نشستن در میز مذاکره. هر کس که لیاقتی و توانایی از این را داشت که بله از عهده ریاست جمهوری برآمده میتونه، تعیین میکرد. بعد از او امی چوکی ها و پست ها را بنابر لیاقت اشخاص توزیع میکردن، تقسیم میکردن. این تو نمی بود که رعایت فلان قوم بکنیم، فلان سمت بکنیم، این وزارت به او بدیم، این وزارت به او بدیم. اگر میفهم اگر نمیفهمه، این گپ نمی بود. در دین اسلام این گپا وجود نداره. هر کس که لیاقت پیش بردن یک وظیفه و عهده را داره، امو مستحق و نمو وظیفه است. چرا در اسلام این گپ نیست که تو کیستی و ما کیستم. هدف یکی است. اگر رئیس امام است به خاطر رضای الله تبارک و تعالی قدم میگذاره، سرپرستی میکنه. اگر یک ماموری دفتری ماسته و هم به خاطر رضای الله. در اسلام هدف مشترک وجود داره. گو فقط قائم کردن نظام الله است و طلب کردن رضامندی الله تبارک و تعالی است. اما در کفاری گپ نیست. قرآن بر ما میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این به خاطری است، یعنی اختلاف در عقاید از یا در اهداف از یا به خاطری است که یا قومی هستن لا یعقلون، که از تعقل کار نمیگیره. چه تعبیری دقیقه قرآن میکنه؟ چی میگه؟ اصل جهل عاملی نعوذ بالله شرک است، بدبختی است که به الله عقیده نداری. آلی به نیروهای پراگنده متفاوت تو عقیده داری و دلبستگی داری. اینی را شرک میگه. اینی را شرک میگه. جهل زاده شرک است. او شرک باز عامل میشه برای چی؟ پراگندگی. چرا که هر کس یکی سر یک چیز اعتماد میکنه، دیگه سری دیگه چیز اعتماد میکنه، اشیاء مختلف است. او پراگندگی عامل است برای شکست و چی؟ ناکامی. که نفاق آمد، جدا جدا شد، هر کس دو صورت باز کامیابی نیست. برخلاف اسلام که است توحید عامل وحدت است. از همون خاطر ما میگیم قرآن و سنت عامل وحدت است. توده های پراگنده را با هم جمع میکنه. برخلاف جوانای ما که شما عمل به سنت رسول الله میکنه، نفاق پیدا میشه، اختلاف پیدا میشه، یا نظر و فکرشان کوتاه است.
قرآن و حدیث عامل وحدت است، توده های مختلف با هم جمع میکنه. نظریه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طرف بون، از امام مالک رحمت الله علیه رم، از احمد ابن حنبل رحمت الله علیه رم، از امام شافعی رحمت الله علیه رم. کل یک نظریه محمد رسول الله را مورد اعتماد قرار بدیم، روان شویم. این وحدت است یا اختلاف؟ این وحدت است. اینی را وحدت میگه و میگه والا خو مردم نمیفهمه. ملا صاحب بگو که مردم بفهمانه دیگه. ملا صاحب بگو که مردم بگو یکیم سنت رسول الله قراری است. اختلاف نیست. ما با جای از اینکه بریم یک آدم مریض است، دو مرض داره، یک چیستا یک مریضیش جور شده، دستم درد میکنه، این چیستا میرم تداوی میکنیم جور میشه، خود دست دیگه هم درد میکنه، ما بگیم که نه ایرا تداوی نکنم. چرا؟ اگر میشه بعد اردویش تداوی شه، اگر نمیشه بگوی اردویش گذاشته شوه. چرا که اختلاف میه باز این تداوی شوه این نشوه. نه مرض است، یک مرض گم کو، بدعت گم کو، خلاف سنت نکو، سنت عمل کو. اونجا که مرض است اختلاف اونم تداوی کو، برو هم اختلاف از بین ببر، ریشش گم کو. اینی را میگه قرآن کریم، میگه بانهم قوم لا یعقلون. از علم کار نمیگیره. علم آشنایی به علم، معرفت به الله، توحید ده بار میاره. تو میدانی که الله کدام ذات است. توحید عامل وحدت است، وحدت عامل پیروزی و کامیابی است. تا زمانی که صحابه یک خط داشتن، هیچ نوع تشتت و پراگندگی نبود، اسلام روز به روز به کیلومترها مساحات زیر فتح اسلام می آمد. خب زمانی که توسط یمی یهود انشعاب و نفاق در بین طایفه مسلمان ها پیدا کرد، مسلمان ها را به نام های مختلف با هم پاشید. الا به نام حب علی و دیگهش به نام حب چیستا امویا. اینی گپا را شروع کردن، اسلام در بدر شد. این هر کس میگه، کلگی میدانه این گپا، قرآن هم میگه کمثل الذین من قبلهم، مثال نمی قصه نمی بنو نذیر امی یهودیا، کمثل الذین بمثل کسانی است من قبلهم که پیش از یا تیر شده، قریبا خیلی زمانه نزدیک. چه رقم بود قومای سابقه؟ ذاقوا وبال امرهم، چشیدن جزای خدا، عاقبت شوم و تلخی خدا از کارای خدا، از عمل کرد خدا. ولهم عذاب علیم، برای از یا عذاب دردناک است. به این طور مردم عذاب دردناک است. قوم سابقه کی بود؟ بعضی مفسرین میگه اشاره به این میکنه حال اینمی بنو نذیر به مثل حال دیگرایشان است، اهل مکه که چند وقت پیش واد سرنوشت اعمال خود رسیدن، در بدر آمدن، کشوفش میکردن، غرور داشتن، جنگ اعلان میکرد، با وصفی که قافلشان سالم در مکه رسیده بود. گفت ما که در میدان بدر جشن پیروزی خود نگیریم پس رفتنی نیستیم. الله تبارک و تعالی امو سرنوشت تلخشان دوچار کرد. 70 نفرش مردار و 70 چی شد؟ اسیر شد. اینمی رقم بنو نذیرم غرور کردن. پیغمبر برش وقت داد که در 10 روز برای یا گفتن ما از دیار خانه خود نمیبرایم، مقابله را میکنیم. الله میگه اینمی رقم چی کرد؟ اما عاقبت تلخ خود یام چشیدن. یک یا مراد از اون مردمایی که قبلا در حالت چند وقتی نزدیک به این سرنوشت مبتلا شده بود، او بنو قینقاع بود، طایفه دیگری از این یهود بود که عهد شکستان پیغمبر علیه السلام روان کرد و واره اینمی قسم مقهور و مغلوب ساخت. پس مثال از یا به مثل از واسطه. این مثال برای کی بود؟ یهود. کمثل شیطان، آلی مثال منافقا را میگه. مثال منافقا به مثل شیطان است. از قال للانسان، در آن وقتی که میگه برای انسان، گفت برای انسان اکفر، کافر شو. فلما کفر، هرگاه که کافر شد، قال گفت اینی بری منک، ما بیزار استم از تو، اینی اخاف الله، ما خو میترسم از الله رب العالمین که مالک متصرف کل مخلوقات است. اینا شیطان تو را در کفر رسان و بعد از او پس کشی میکنه. قرآن کریم چی تمثیل عجیب میکنه. در مشرکین مکه در جنگ بدر شیطان یک جا شده بود به شکل سراقه ابن مالک. کلان یک قوم خود معرفی کرده بود، گفت ما امروز شما هستیم، امروز لا غالب لکم اليوم، امروز سر شما کسی زور نیست. دیگم تقویت میداد، بارت میداد که یا دیگم زمانی که در میدان بدر دید شیطان خود دید که ملائک پایین شده، بگرست که نمیگریزی، صدا میکردن که تو خبر ما وعده کمک کرده. گفت ما چیزی را میبینم که شما نمیبینید، اینی ارا ما لا ترونه، ما میبینیم که شما نمیبینید. او اینی گپا را گفت که اینی اخاف، بگوی اخاف الله رب العالمین،
این کار شیطان است. قرآن کریم با وصف کی حالت، یعنی این منافقین عینا شیطان دوم بوده، او جنی بود یا انسی بودن و هم در میدان هلاکت مردم در بدر رساند، بارد داده و دیگه تحریک کرده، لیکن وقتی که میدان مبارزه آمد علاقت چه گفت هرچی که بر سرنوشتی که مبتلا میشی مبتلا شوی، ما گریختم. اینی منافقینم بنو نذیر در سرحد هلاکت رساند، زمانی که موقع کمک و پشتیبانی شد قراری بود، باز منافقین نه قطشان بر آمدن نه امدادشان نکرد، هیچ کار در مورد بنو نذیر کدام وعده هایی که کرده بود نتانست. لیکن قرآن کریم ایره به شکل یک قضیه خصوصی ذکر نمیکنه، الله تبارک و تعالی به شکل یک قضیه عمومی ذکر میکنه که کار شیطان اینه میسته. منافقین عینا مثل شیطان انسیست، خود شیطان هم این کارا میکنه. عجیب ترسیم است، چقدر ما را بیدار میسازه. شیطان چی کار میکنه؟ تو را فقط در سری چا میرسانه و بعد از او تیلیت میکنه او خودش پس میگریزه او تو در چا میفتی. همه گناه ها در سود میبرته، در قمار میبرته، در زنا میبرته. باز بعد از او دمو عمل دمو ثانیه پشیمانی را در پیش میکنه. اتور باز مایوس کنه تا که اوه در بدر شدی، آلی رای زندگی نداری، الا فرار کو، الا فلانی را خبر کو. جنایت کرده ای خود 100 نفر دیگر هم سرت خبر میکنه. اینی شیطان است که تو را در موقع میرسانه، در موقع گناه، او بعد از او خودت یک طرف میکنه. قرآن ما را میگه که ما دسایس و وسوسه های شیطان فریب نخوریم. او دائم اینمی عملش است، اینمی کردارش است، فقط ما را در کناره چای هلاکت میرسانه. کار شیطان اینمی است که ما با کدام نوع هلاک میشیم همونطور است، باز خودش فرار میکنه. اینجا چطور شیطان میگه این یخاف الله؟ وقتی که از الله بترسه خو مومن واقعی است دیگه. نه، این خشیت دو قسم است، یکی که از ایمان نشأت کنه، یکی خشیت طبیعی است. خشیت طبیعی ایمان نیست، او خشیتی که اختیاری باشه. خشیت طبیعی خو غیر اختیاری است، مثل که از مار آدم میترسه، از چیسته، از گرگ و از شیر و پلنگ و چیزا دادن میرید بیا تو میترسی، هیره خشیت طبیعی میگه. اینجا شیطان ترسش ترس طبیعی بود. یک. دوم، این اخاف الله رب العالمین، ایره دروغ میگه. اگری از الله میترسید چرا کاری مخالف الله را میکنه؟ نه، کار شیطانی نمیسته، وانمود میکنه خدا خیرخواه، خدا متقی معرفی میکنه که این من اینی قدر از الله میترسم، حالان که هدف خدا پیش برده. الله رحم بکنه. امروز انسانای شیطان صفت خیلی زیاد داریم که در لباس و کالای اسلام خیرخواه تو را معرفی میکنه، بری تو خدا معرفی میکنه که من بسیار خیرخواهیت هستم، که خواب تو را گمراه کرد باز دیگه بگریز که نمیگریزی، باز تو را اعلام میکنم من چی کنم. قرآن امی قضیه ها را یک مرتبه نه به چندین مراتب برای ما تمثیل کرد، تصویرش کشید که این مردم هستن که در دنیا برات میگفت میگه در قیامت باز در دل خود شمار میکنم تا لیکن اونجا میگه که من خود تسلط نداشتم، تو تابع خواهش خود بودی، فقط مرا تعظیم کردی، هنوز مرم تو گمراه کردی. اگر تو مرا دستی مرا بوسه نمیکردی من اینقدر غرور پیدا نمیکردم اینقدر کلان خود نمیتراشیدم. از او خاطری گپا میگه. اینجاست که قرآن کریم حالات شیطان بر ما بیان میکنه. انجام چیست؟ فکان عاقبتهما، پس فکان شد عاقبتهما، انجام اردویشان شیطان و تابعدارش یهود و منافقین که همکارایشان بود، انهما فی النار، کمی شیطان و تابعدارش در آتش جهنم است، خالدین فیها، همیشه اردویشان دمی آتش جهنم است. هر کس که پیروی شیطان میکنه. و ذالک جزاء الظالمین، این جزا تنها برای ازیان است هر کس که ظالم است. ظالم کسی که حدود رعایت نمیکنه، از طرف الله از طرف پیغمبر کدام حدود مقرر شده و رعایت نمیکنه، یاد جمله ظالمین است. اوی پیرو شیطان است، همکار شیطان است، امرای شیطان در جهنم ابدی است. اونمو است مثل بنی نذیر واری. منافقا برشان روزه ها دادن، آخرش هم در ناکامی در ذلت کشان شونه، خیر و خلاص. او وقت که 10 روز پیغمبر علیه السلام موقع داده بود که در 10 روز خدا بکشه، کل مال و دارایی همه چیزی خدا برده میتونستند، لیکن در موقع رسان که بازم سماحت و سخاوت و حوصله‌مندی پیغمبر علیه السلام است که بازم اینطور دست خالی یارا نکشیدن. گفت سر یک شتر هر قدر چیزی که برده میتونه ببره.
ببینی اینی را میگه چی اخلاق اسلام و رعایت حق بشر. این مردم در حالت جنگ تو را موقع بده، را بر دیلا کنه، تو را بگذار آزاد که برو از خانت ببر. در کدام جنگایی که امیال شده صرف به این خاطر آیا طفل برای مادرش گذاشته که شیر برش بده؟ کلا قطعا نه. واره چی میکنیم؟ کفار چی میکنی؟ برو در مسلمانای ترکارا را کرده که هیچ از گفتن نیست. جنگای داخلی شما مکمل ای را مشاهده کرده که چه حالتا آمد که آیا کسی مرده خود دفن کرده میتونست یا نمیتونست؟ نه نمیتونست. علتشی بود که یا جهل به احکام اسلام داشتن، نمیفهمیدن. یک تنظیم دیگر را قطعا کافر واجب القتل مالشه بگوی روا و زنش هم روا میدانست. امی کارام شد. در کدام سرحد ما کشاند؟ از دست ازی بود. ما تا که از این کتاب الله دور باقی بمانیم که ما احکام اسلام ندانیم؟ هر چیزی که نفر دیگه نفر دز نفر میکشت غیرت از قماندان مرا امر کرده. خو نمیفهمید بیچاره که آیا اطاعت برای قماندان در این امر است یا نیست، یا مخالف قماندان باید آدم عمل بکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. عجیب گپ است. پدر و مادر تو را امر خلاف شرع میکنه نمیپذیری، او یک قماندان است. عجیب است. لیکن همین گپا نبود. مردم شما باور بالله بکنه این گپا را نمیفهمید. قماندان محض یک جور کالای لوکس برش میآورد میگه فلانی قابل کشتن است، سبا میدیدی که کشته شده. عجیب گپ است. یعنی کارا را کرد، کم کارا نشده در این وطن. این از دست چیست؟ جهالت به احکام اسلام. احکام اسلام ما یاد نداشتیم و اگر نه سرنوشت ما این امیال دمی سرحد نمی رسید که یکی در سر یک کو دیگه در سر دیگه کو باشه. هیچ ضرورت نداشتیم که نیروهای پلیت و نجس بیاد این خاکی پاکی ما پای بگذاره و اینجا هر نکو رونق پیش بکنه. هیچ ضرورت نداشتیم. خو لیکن عقیده وجود نداشت. بس مردم مسلمانای میراثی و تذکیری بود. احساسات اگه بالا میشد یک کار میکرد، اگه نمیکرد دیگه هیچ گپی نبود. ولی مسلمان شدن برای خود برنامه دقیق طلب داره. این اسلام مسلمان شدن در چوکات اینطور داخل میشی که خود بالکل تسلیم اونمو قوانین اسلام کرده. در هر مرحله، اگر اون مرحله غضب است، اگر اون مرحله خوشی است، اگر غم است، اگر جنگ است، اگر امنیت است، در هر حالت تو تابع حکم اسلام هستی. از خود نمیتونی. ببینی اینی حالات اسلام است. دمیتور موقعی که پیغمبر علیه السلام قتل کشتن پیغمبر کرده، دسیسه را کرده، نقض عهد کرده، در دیت شریک نشده او برخلاف مسلمانات در هر معرکه و موقع دستم قتل کفار یکی کرده، ولی باز سخاوت پیغمبر بیبی، باز اخلاق پیغمبر بیبی برشان موقع میده که آن چیزی که مورد ضرورت اولیش است امیر قتل خود ببره. اینی را میگه قرآن کریم عدالت اسلام و عدالت قرآن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا، کسایی که دعوی ایمان داره، اتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسه. این آمنو، کسایی که دعوی ایمان داره، اتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسه، از عذاب الله بترسه، اطاعت از او را بکنه. اینجا این متعلق به سوی عقیده است. عقیده تان خالص بسازه. اگر خطاب برای منافقین باشه، ای منافقین که در ظاهر شما آواز میده که ما مؤمن هستیم، بله از الله بترسه، ایمان تان خالص بسازه برای الله، در قلب تان هم ایمان پیدا شوه. ولتنظر نفس، عالی برنامه عملی تان باید دیده شوه. ولتنظر، باید ببینه یک نفس، ما قدمت، امو ذخیره را قدمت که پیش فرستاده، لغدن، برای سبای خود چی چیزا آماده کرده. واتقوا الله، از الله بترسید انجام عمل. این تقوا در مقابل عمل بود. او تقوا در مقابل عقیده، این تقوا در مقابل عمل. تقوا در عقیده و عمل یعنی تو نمیشه که تو محض به زبان کلمه گفتی خود مستحق تمام ثوابا بدانی. نه، در عقیده تقوا پیدا شود. تقوای عقیده نمیسته که قرآن کنم ایمان معرفی کرده، اونمو ایمان باید داشته باشی که هم در قلب است، هم در زبان است و هم در عمل دیده شود. یکی. دو، یا ایها الذین آمنوا، خطاب عام است به کل مؤمنا، کسایی که دعوی ایمان داره، اتقوا الله، انجام نافرمانی را در ذهنتان بیاره که کسایی که نافرمانی میکنه
مخالفت الله و رسول میکنه، خواب بفهمه که چی گپ است. اتقوا الله، از الله بترسه، مخالفت اوامر الله را نکنه، دستورات الله را نکنه، مخالفت تابعداری پیغمبر را نکنه. ولتنظر نفس، باید که ببینه یک نفس ما کدام چیز قدمت پیش فرستاده لغدین برای سبای خود. الله اکبر. از این سوال که از خود چقدر آیت بیدار کننده است. هرگاه تلاوت آیت میکنید دستی در ذهنتان میاد. زندگی سابقه تان فقط در دمی رویتان بگذاری. چی داریم در زندگی سابقه خود؟ چطور عقیده داشتم، چطور عمل داشتم، چقدر پابند دین بودم، پیش بگذار. از امو خاطر است هر انسانی که سابقه خود در پیش روی خود بگذاره تدارکش میکنه. کدام نقصاناتی که پیداست در زندگیش او را تدارکش میکنه، نمیگذاره که دیگه خلل واقع شوه. ما روز دیگه هم براتون گفته بودم مراقبه اینمیره میگه. مراقبه میگه پیرداری کردن، در زیر نظر گرفتن حالات خود. پشت دیگران چی میگردی؟ خدا پیش کو که چقدر آمادگی داری، چقدر تیاری داری، چقدر اعمال نیک داری. لغدین برای سبایت، مراد از سبا روز قیامت است، لیکن آمده نیست به سبای خود. او چرا تعبیر به غد میکنه؟ ما و شما امروز برنامه خود تهیه میکنیم برای صبح خود که ما سبا چی کار کنیم، تقسیمات میکنیم وظایفه. آمادگی از امروز میگیری. چرا؟ اگر سبا پشتش بگردی در کار ناکام میمانی. خیر امروز او قیامتی که پیش ما آمده نیست، او حساب و کتابی که ما داریم و محاسبه که داریم، این نعمتای الله را مصرف کردیم، این قدر احسانات الله سر ما شده، ما چی داریم؟ ما چی در برابر الله داریم؟ چی کردیم؟ از این خاطر این آیت انسان بیدار میکنه که واقعا انسان هر روز عمل به سبای خود بکنه که به سبایم چی چیز به درد میخوره. واتقوا الله، و چی است؟ امو چیزی که به درد میخوره. واتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسه. تقوا را براتون معرفی کرده بودم. کامل شدن امو قوت و نیرو در وجود انسان که تو را چی میکنه؟ باعث میسازه به انجام مامورات و منع میکنه از منهیات. اونمو قوت. در مقابل شهوت مبارزه کو، نفس مبارزه کو، شیطان مبارزه کو، رسم و رواج مردم مبارزه کو، دوستی با فاسقا و کافرا مبارزه کو، کلش مبارزه است. تقوا نمیره میگه، فقط تقوا نمیره میگه اینی راه را انتخاب بکو به سبایت، این به دردت میخوره. قطعی منافقین امر کاری نکو. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی خبیر، خبردار است، بما تعملون، به تمام کردارای شما. آن چیزی که عمل میکنه الله خبردار است که عمل به کدام نوعیت کردی، به کدام کیفیت کردی، برای کدام قصد و هدف کرده ای، چرا کرده ای، الله آگاه است. عمل برای کی کرده ای او به کدام کیفیت کرده ای. دو چیز از پیش ما همیشه الله مطالبه داره. برای چی کردی، به کدام نیت، برای الله یا برای کدام مقصد دیگه، او به کدام کیفیت کردی. از نفس خود کیفیت نقشه را کشیدی، یعنی که نقشه که الله معلم روان کرده بود، نقشه کشه محمد رسول الله را که اعمال برای تو نقشه میکرد، یا به نقشه ازو میکنی. اینی را میگه ان الله خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. الله اکبر. الله میگه نشوی به مثل کسا، نمیگه ولا تنسوا، الله را فراموش نکنی. ولا تكونوا، نشوی كالذين، به مثل امو مردمانی که نسوا الله، الله را فراموش میکنه. الله را فراموش میکنه. فانساهم انفسهم، در حقیقت نفس خود فراموش کرده، انسانیت خود فراموش کرده، حیثیت خود فراموش کرده، ارزش خود فراموش کرده. قرآن چی تعبیر جالب داره؟ اولئک هم الفاسقون. فسق ازمی پیدا میشه که الله را فراموش کنی. که الله را فراموش کردی باز دیگه برای تو قید و بند وجود نداره. الله فراموش کردن کدام میگه؟ آیا امکان داره کسی الله را فراموش کنه؟ او ذاتی که در هر لحظه نشانه های قدرت خود در وجود خود مشاهده میکنی، در بیرون مشاهده میکنی، از نعمتایش بهره میگیری، سخن میگی نعمت الله است، میبینی نعمت الله است، تنفس میکنی نعمت الله است، صدا را میشنوی نعمت الله است، حرکت میدی دست اعضایت، وجودی مکمل نعمت های الله. آیا الله فراموش میشه؟ اینجا الله فراموشی چی را میگه؟ خود فراموشی است که الله را فراموش کردی، خدا فراموش کردی. چرا؟ خدا فراموش کردی. تو اگر خدا فراموش نمیکردی الله حتما به یادت می آمد که الله کدام ذات است. خدا فراموش کردی. تو نمیبینی که ما کیستم، چطور پیدا شدیم، چرا پیدا شدیم، به کدام غرض. در دنیا هر چیزی که میبینی
خودت میفهمی کی برای چی پیدا شده. این لاسپیکر برای چیست؟ بالا بردن صدا. این برای چیست؟ این موبایل برای چیست؟ این ورق برای چیست؟ این میز برای چیست؟ یک چیز تو به هدف نمیشماری. خود تو کل چیز که در خدمت تو سیره به هدف نمیشماری، خود که مجموعه تمام خدمتا شدی، ایره هیچ هدف برش قائل نیستی. تو چرا نمیگی که اللهی که مرا پیدا کرده او چی حق سرم داره؟ چرا مرا پیدا کرده؟ این سوال است که از تو وجودت میکنه. وجودی هر شخص از خودش سوال میکنه تو برای چی پیدا شده؟ چرا الله تو را پیدا کرده؟ کسی که الله را فراموش میکنه، صفات الله را، که الله کدام ذات است، آلی دیگر نفسای خود فراموش کردی، نفسی خود فراموش کردی، حیثیت خود نشناختی، ارزش انسانی تا در باد دادی، نمیفهمی که من چی مقام دارم، چی مسئولیت دارم، کدام طرف روان است. وقتی یک انسان به اینمی سرحد برسه که صفات الله را در نظر نمیگیره، الله را یاد نمیکنه، الله را فراموش کرده، هم الفاسقون، اولئک هم الفاسقون، اینمی مردم فاسق است. هیچ حدود مراعات نمیکنه، هر طرف که روخش برابر میشه، میخوره، مینوشه، استراحت میکنه، عیاشی میکنه، فحاشی میکنه، هر چیزی که در دستش میاد. قرآن نمیتونه میگه. الله یاد کردن، الله را شناختن، بار بار که قرآن در هر جای صفات خدا میاره. در این صورت پشت سری از این آیاتا الله صفاتای خدا ذکر میکنه. چند 12 صفات اینجا برای ما ذکر میکنه. چرا ذکر میکنه؟ انسان مفهوم واقعی همی صفات باید در قلبش جا بگیره که الله چی است؟ بگوی الله اول است، الله آخر است، ظاهر است، باطن است، شاهد است، قادر است، تو ببین عزیز است، حکیم است، یک دم مؤمن است، مهیمن است، جبار است، متکبر است. این صفات را در ذهنت بیار، باز بعد از تو عمل نکو، باز بعد از تو جنایت بکو. کلا دنیا جمع میشه میگه ما فساد از بین میبریم. پدری کس فساد از بین برده نمیتونه تا که این وجودا خود اصلاح نشود. وقتی که وجود اصلاح شد، وجود وقت اصلاح میشه که در خود ببینه، اینطور قدرت مشاهده کنه که بگویه من به هیچ وجه از پیشش خلاص نمیشم. خلاص من در دایره قدرتی طور ذاتی قرار دارم که هر لحظه مرا، حرکتی مرا، نیتی مرا، عملی مرا مکمل حساب میکنه، میبینه، باز برای من در آیندم پیش میکنه. تو علی بیبی که در دنیا حتما فساد میشه یا نه؟ یک جنایت میشه یا نمیشه؟ چرا همه چیز تقسیم بندی شده؟ حق و حقوق هر کس بریش معلوم است. چرا تجاوز کنی؟ چرا بد بگویی؟ حسر الله برات داده، بری تو علایده داده، به یک فرد دیگه علایده داده. چرا تعرض بکنی؟ در آبرویش، در ناموسش، در عزتش، در مالش، در دینش، در عقیدش، چرا تعرض بکنی؟ نمیشه، هیچ تعرض نمیشه. دنیا که امن میاد توسط عقیده توحید الله میاد. عقیده توحید الله که نباشه امن وجود نداره. ما زمو خاطر ما گپای واهیات نمیگیم، به جهان اخطار میدیم که امنیت توسط عقیده میاد. او عقیده با کی؟ با اون ذاتی که مالک کل کائنات است، رب کل کائنات است. دونمو اگر عقیده با او شوه امنیت میاد، هر چیز بیاد. او که نباشه باز دیگه در کدام سرحد میرسی؟ در کدام سرحد؟ اولئک هم الفاسقون. جنایت، گناه را، مرز و حدود نلحاظ کردن کسایی میکنه که وا در مورد الله ایمانشان ضعیف است، نمیشناسه الله را. لا یستوی، بله الله چقدر عالی مقایسه میکنه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، نیست برابر صاحبان جنت، صاحبان آتش، و اصحاب الجنه، صاحبان جنت. اصحاب النار زیاد است، اصحاب الجنت کم است. از این خاطر پیش ذکر کرد هر جای فساق زیاد است. مؤمنای متدین خیلی کم پیدا میشه، خیلی کم. مؤمنای عقیدوی، مؤمنایی که واقعا عقیده قرآنی را داره، این در 100% 2% دیده نمیشه. اول شما خب دی ارزیابی بکنه که همین طور است یا نیست. همون که پابند دین خود است، دستورات الله خودش شناخته، الله را شناخته، او را ببینه. قرآن میگه برابر نیست، میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. در چی چیز برابر نیست؟ در مفکوره، در ختمش، در عمل، در هدف، در نتایج. نه در دنیا یا برابر هستن، نه در آخرت. در دنیا چطور برابر نیستن؟ اصحاب جنت لحظه های خود میشماره، خودم مسئول فکر میکنه که من مسئول هستم. میگه سر ما عهده دارم اینجا که باید انجام بدم. محتاط است، الله را شناخته، قدم به جای نمیمانه.
هدف خود آخرت دانسته و یک کافر در دنیا او هیچ حساب دقیق نداره، برنامه دقیق نداره، او فقط هوا، هوس، عیش، عشرت، خورد، نوش، خواب مقصد زندگی خود جور کرده، مرز نداره برای پوره کردن همین ضروریات و خواهشاتش، هیچ مرز نداره، او به آینده خود هیچ عقیده نداره، هیچ تئوری نمیگیره. هر دو با هم برابر شده میتونه؟ این خود دنیاست، خود آخرت همینطور است. این کسی که کلی عمر خود در خدمت شکم تیر کرده، نه الله را شناخته، نه خود شناخته، حقوق مردم را تلف کرده، سر نفس خود ظلم کرده، او باید در جهنم باشه. او کسی که تمام قوتهای خود قربان و فدای دین کرده، خواب خود قربان نماز کرده، خواهش نفس خود قربان روزه کرده، او کسی که تکلیف محنت مکمل برداشت کرده به خاطر رضای الله، او باید در جنت باشه. هر دو با هم برابر نیستن. قرآن میگه لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. خلاصه فیصله، صاحبان جنت هم الفائزون، اینمی مردم کامیاب است، هم در دنیا کامیاب هستند هم در آخرت. در دنیا چرا کامیاب است؟ شما مومنا ولو که در هر قدر محنت باشه، هر قدر فقر تنگدستی هم شما را چیز مبتلا کرده باشد، دیگه مصیبت هم براتون آمده باشه، مریضی باشه، از هر طرف درد و رنج باشه، خب بازم احساس میکنی که الله برام اجر میده. بزرگترین تکیه گاهیت است. از همون خاطر گاهی دست به خودکشی نمیزنی، گاهی هم. چرا؟ هر معامله را میگی که ایره به خاطر رضای الله متحمل میشم، الله اجرش میده. یا در دنیا هیچ کی نده، در دنیا خود آخرت خواست یا کامیاب هستند. اما دیگرها با وصفی که همه وسایل مادیشان برابر باشه، باز مضطرب الحال است، باز پریشان است. شما باور بر الله بکنی، مردم ها خون میخوره، ولی در دنیای غرب چی حالت است؟ مردم رنج میبره، فضای اخلاقی را که میبینه، حالات که میبینه، کلگی اونجا مریض است. به خاطر که سکون و اطمینان زندگی، اصل زندگی آرام اونو میگه که در قلبت سکون و آرامش باشه، اوی سکون و آرامش در قلب از وجود نداره. قرآن هم میگه اولئک هم الفائزون، اصحاب الجنه هم الفائزون، اصحاب جنت کامیاب است. او که در آخرت خبر الله گپ است. لو انزلنا هذا القرآن، بس عجیب بیان قرآن میکنه با وصف قدر دلایل. این قرآن کریمی که اگر سری سنگ کو نازل میشد، آهسته 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 تاثیر قرآن کریم، تاثیر قرآن کریم، نصیحت قرآن کریم شاید در مغز سنگم داخل میشد. ولی تو انسان با وصف نمی قدر بیان مؤثر قرآن کریم هیچ. لو انزلنا هذا القرآن، اگر ما روان میکردیم این قرآن علی جبل بالای کو، لرأیته، تو میدیدی خاشعا، عاجز، ترسنده، متصدعا که پاره پاره شونده است، من خشیت الله، از ترس الله تبارک و تعالی تو میدیدی. مفسرین مختلف توجیهات میکنه، میگه اول در اینجا الله بیان عظمت بزرگی قرآن میکنه که قرآن طور کتابی است. عظمتش چقدر است که اگر به کوها عقل داده میشد، استعداد و قابلیت داده میشد و بعد از قرآن اثرش نازل میکردی، قرآن و قدر مؤثر بود که کوها با وصف سختی سنگایشان بالکل برای قرآن منقاد میشد، تاثیر دهش میکرد. لیکن شما انسانا با اینمی عظمت قرآن انوزم تالیره آماده برای پذیرش قرآن نشده. سرتون تاثیر کنه. امروز همی طور است مردم، قرآن هم میشنون، تو باور به الله بکن اگر هیچ تاثیری سرش داشته باشه. یک. دوم بیان ثقیل بودن و سنگین بودن قرآن هم میکنه که قرآن ثقیل است و عظمت و بزرگی پیغمبر بیان میکنه. قرآن آنقدر سنگین است، دعوت قرآن، تبلیغ قرآن، لیک با وصفی که خیلی سنگین است. چرا؟ با دست گرفتن دعوت قرآن جهان متوجه خود ساختن و هر کس هری تو فیر کردن، هر کس تو را آزار دادن. پیغمبر امی قدر ثقل در گردن گرفته او تبلیغ کرده که اگر با کوها میگفت کوها ریزه میشد، لیکن انسان ها هیچ اعتنا نمیکنه. دو. سوم
ثقل سنگینی قرآن بیان میکنه که مشرکا میگفتن، در جواب مشرکا میگفتن چرا قرآن کریم یک مرتبه نازل نشد که کم کم نازل میشه؟ الله میگه قرآن کریم آنقدر سنگین است اگر نازل میشد یک مرتبه سری کو، یک مرتبه کو پاره پاره میشد. از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام در وقت وحی در عین زمستان که یک دم یخی می بود عرقا پایین میشد، ناقه پیغمبر جا به جا می نشست، استاده باقی نمیموند، اینقدر ثقل داشت این وحی. این سه ترجمه را مفسرین کرده، ترجمه چهارم و این راجح ترجمه معلوم میشه. کوها، سنگا، بوته، خاک، همه اگرچه به نظری ظاهری انسان گویا نیست، سخن نمیگه، شعور نداره، نه، قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر تسبیح و پاکی الله را به همراه صفت کمال بیان میکنه. تسبیح بیان کردن فرع علم است، که علم نداشته باشی هیچ چیز بیان کردن نمیتونی. معلوم شد که الله به هر مخلوقی خود، موجودی خود علم مناسب داده، تو نمیفهمی، خب نزد الله زنده است و همون قدر علم داره. خیر چی مقصد است در اینجا؟ مقصد است که اگر ما قرآن روان میکردیم و کوها را مکلف به پذیرش قرآن، دعوت قرآن، عمل به قرآن میکردیم، آلی میدیدی کوها ریزه ریزه میشد، امو رقم که اراده داشت امو رقم میشد. خب ولی تو انسان از کو کدام سخت شدی. عیناً در سوره بقره در جزء اول ما و شما خواندیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. دلای بنی اسرائیل سخت شد، از چی کده؟ مثل سنگ، بلکه سنگ کدام سختتر. چرا؟ و این من الحجاره لما يتفجرون، بعضی سنگا گاهی گاهی انفجار میکنه، لما يتفجر منه الانهار، از او میبرای روان میشه، جویا روان میشه. خود تو انسان هیچ چیز نشد، قرآن میشنویم از ما چی خیر دیده شد؟ اونجا تشریح داده بودم در ترجمه قرآن کریم که مردم سه طایفه میشه در مورد قرآن. اموی که قبول میکنه، اموی که قبول میکنه، یکی منفعتش خیلی عام است، چشمواری خیرش دیگر روان میشه. یکی همون قدر است که چیسته کمک کمک خیرش روان میشه. یکی دیگه چی است؟ بیخی فقط خودش فایده میگیره، به دیگه کسی هیچ فایده رسانده نمیتونه. فتشققوا، بس دیگه می قدر میشه که خود ترس برش پیدا میشه. سه قسم مردم ما در اهل قرآن داریم. یکی فایدهش عام است، چشمه وارث، هر کس از پیش استفاده کرده. یکی کمتر است، یکی طور است که خودش فایده گرفته، متقی شده، کارهای خیر میکنه، لیکن به دیگران هیچ دعوت داده نمیتونه. اینجا این مؤمنا را الله آگاهی میده که مؤمنا اینطور کتاب در وجود شما داخل شوه، مطلبش، مفهومش، مقصدش نه در تو تغییر و تاثیر بیا و نه در جامعه انقلاب آورده بتانی، بسیار سخت است، این بسیار مشکل است. قرآن باشه تغییر نباشه، قرآن باشه انقلاب نباشه. چرا؟ زندگی دروز باید بالکل تبدیل شود، بالکل. زندگی دیروزی تو قیمروز که در قرآن نشستی باید تغییر داشته باشه، در نمازی، در حرکتی، در اخلاقی، در مبارزی، در دعوتی، در دیانتی، در احترام و عزت مندی کردن کسی، کلش باید بالکل قطع قرآن تغییر بخوره. قرآن همونطور کتاب است، واقعا همونطور است. اگر ما واقعا گوش بگیریم این مطالب قرآن برای ما چی درسای عظیم میده و ما را چی جور میکنه واقعا. لیکن با تأسف که قرآن یکی از جمله عواملی است که خشیت الله را قلب انسان اضافه میکنه، او خشیت الله انسان میکشانه به سوی اعمال پسندیده، اخلاق پسندیده، عقیده درست. خب ما خواهید چیزم نشده. و تلک الامثال نضربها للناس، اینمی مثالا سلا میگه ما بیان میکنیم، للناس برای منفعت مردم، برای فهم مردم، برای درک مردم، برای از اینکه مردم بیدار شوه، هوشیار شوه. لعلهم یتفکرون، که مردمای خواب آلوده نباشه، به خاطر که یا تفکر کننده باشه، از تفکر کار بگیره. چی مانا؟ تفکر در قرآن بکنه، بعد از نفع بگیره از قرآن کریم، در هر آیاتش بپیچه، تدبر کنه، خوب سنجش کنه که قرآن چی برنامه را اعلان کرده، ما کدام نقشه را پیش ببرم، قرآن برم بگوید. خود تفکر وجود داره. ابن کثیر رحمت الله علیه نوشته میکنه که در اینجا امو مردم ها که قاری که تنها حفظ کرده و تدبر در قرآن نمیکنه،
بازو مردم اینطور نیست که از این مزایای قرآن فایده بگیره. واقعا همونطور است. هو الله الذی لا اله علی، بیان عظمت و بزرگی روان کننده قرآن است. قرآن چرا اینطور کتاب نباشه که حتی کو باید تاثیر پذیر باشه، متاثر شود؟ به خاطر که روان کده ذاتی که دارنده نمی صفات است. کدام صفات؟ هو الله الذی، الله ذاتی است، لا اله که نیست لایق بندگی و پرستش، حاجت روا و مشکل کشا، حاکم تشریعی یعنی قانون ساز، فرمان روای مطلق که گپش بیچونو چرا قبول شوه، الا هو، بغیر از یک الله، یک الله است که گپش بیچونو چرا قبول میشه، فرمان روای مطلق است. قانون حاکم تشریعی چیزی را حلال، چیزی را حرام، چیزی را روا، چیزی را ناروا کی میکنه؟ کسی دیگری را کرده نمیتونه. مشکل کشا و حاجت روا کدام ذات است؟ الله. لایق بندگی و پرستش، تعظیم، سجده، رکوع، نظر، همه گپا که عبادت است کیست؟ الله هست، کسی دیگه قطع شریک نیست. عالم الغیب، چرا همی تو را الله است؟ دلیل داره. عالم الغیب و شهادت، عالم است به آن چیزی که پنهان است از نظر انسان ها، و شهادتی که حاضر است دیده میشه به نظر انسان ها. پیش الله کلگیش شهادت است، پیش ما تو بعضی چیزا غیب است، بعضی شهادت است. عالم است بالای پنهان و چیست آشکارا به نظر انسانی. هو الرحمن الرحیم، الله مهربان ذات است، دهنده نعمتای بزرگ است. الرحیم، دهنده نعمتای خرد است. الرحمن که خود ذاتش چیست؟ صاحب رحمت است. الرحیم که سری مخلوق هم رحم میکنه. معناهایش در بسم الله الرحمن الرحیم تیر کرده بودیم. هو الرحمن که خو هر چیز پنهان و آشکارا را میبینه. باید نیت‌ها را، اراده را مکمل الله میدانه. یکی را فقیر میبینه، دیگر را غنی، باید به فقیر چیزی بده، به غنی اج نده که ظلم کرده. الله میگه نه، رحمان است، مهربان است سری کل مخلوق در دنیا، خود رحم کننده است. رحمای خصوصی خدا برای خاص بندگای خود میکنه. هو الله الذی لا اله، الله همو ذاتی است که نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از یک الله. الملک القدوس، الملک پادشاه، همه چیز زیر سلطه و قدرت از او قرار داره. از او کده آمری فوق نیست، کسی بالا وجود نداره. القدوس، نهایت پاک از هر نوع عیب، هر نوع نقصان و عیب دیده نمیشه. السلام، که سلامتی دیدهنده است، از ناحیه از او کسی هم متضرر نمیشه. کسی فکر نمیکنه که الله ظلم بکنه. یک معنای سلامی است، سلامتی دهنده است. هر کس مطمئن است که الله در حق ما ظلم نمیکنه. یا السلام، سلامتی دهنده است، اوست که به کسی سلامتی میده از اینکه از عقاید غلط نگاه کنه شه، یا اوست که ملوث به گناه شوه. المؤمن، مؤمن است. المؤمن امان دهنده است از اموری که سبب خوف انسان میشه، امان میده به شرطی که به دستور الله آدم قدم بزنه. المهیمن، در پناه آورنده است بنده های خدا. یک مانا المهیمن، خود هم از اموری خوفدار نگاه کننده است. تو نیست که چیزی خوفدار برای از او باشه که او بترسه. یا المهیمن، پناه دهنده است بندگان خدا. العزیز، زبردست ذات است، شکست ناپذیری که ما و شما میگیم هر اراده و حکمش نافذ شده نیست اگر الله بخواه. الجبار، دو معنا داره، درست کننده خرابی هاست. کدام شکستگی که داره جبیره است، برش چی معنا؟ او را جور میکنه. یک معنا الجبار صاحب شوکت است. المتکبر صاحب بزرگی است، یعنی اصل بزرگی در الله تعلق داره. سبحان الله عما یشرکون، پاک است الله تبارک و تعالی از آن چیزی که مردم همراه الله حسدار میشماره، شریک جور میکنه. از هر نوع نقصان و عیب و شرک الله پاک است. سعی کنه صفات ثبوتی را زیاد ذکر میکنه، لیکن در سلبی که میرسه اجمالا میگه بس سبحان الله، بس الله پاک است از هر نوع عیب، نقصان، احتیاجات، شرک. اما هو الله الخالق، و الله ذاتی است که خالق است، پیدا کننده، آفریدگار که برش میگیم. البارئ، او که جور کننده است، ترکیب کننده. المصور، که شکل دهنده، صورت دهنده است. خب جورمو میکنه، ترکیب میکنه،
پیدامو میکنه، تصویرامو میکنه، شکل میده. پس این کلش در پیش الله تعلق داره. تو انسان هستی، پیدا تو را کی کرده، اعضای تو را به این تناسب کی وضع کرده، نهاده، دست در فلان جای. اگر دست پایین در زانو می بود چطور میکردی که در سر نمیرسید؟ چرا کمر پایین میشه؟ عجیب ساختمان انسان است که تعجب کنی، ببینی، فکر بکنی، بی خیرات میمانی که الله تبارک و تعالی چی ذاتی است. تو را پیدا کرده، شکلم برات کی داده؟ خو انسان شکل الله داده، اعضا الله برات ترکیب کرده، تو را الله پیدا کرده. چرا امی بنیه الله دادی خدا در پیش مخلوق معجوز، نعوذ بالله، مخلوق عاجز پایان کرده، رویستی سجده میکنی در پایای مردم، پسکایی میری. باز زنده را بگذار از مرده در قبر، پسکایی روان است. پیشانی با عظمت دیتا میگیری در سری خاک قبر مانده رایستی. عجیب نیست؟ ببینید شما یک دفعه تصویرها را. همین مردم خود مؤمن میگه الله به می خاطر انسان پیدا کرده که به خاک سجده کنه، به مخلوق عاجز که هر روز در تشناب رفته نیست به او سجده کنه. عجیب نیست؟ چقدر جفاست. واقعا که شرک واقعا گناه نابخشوده نیست. بالکل که آدم توبه نکنه بعد نبخشه. عقل تقاضا داره، وجدان تقاضا داره، عرف تقاضا داره، نقل تقاضا داره که شرک بعد بخشیده نشه. تو انسانی با عزت و شرافت الله پیدا کرده، باز میری چی کارا کرده رایستی؟ از همون خاطر است که شرک قرآن تکاد السماوات یتفطرن منه، قریب است که آسمان ها بترقه. ایگه پس الله اینطور ذات است و تو میری در دیگه جای. له الاسماء الحسنا تنهایی صفات نیست، تنهایی ناما نیست. له الاسماء برای الله تبارک و تعالی اسماست، لیکن الحسنا شایسته، نامهای خیلی بهتر، کلش اسمای خوب است. حسنا ایره میگه که قدیم است، تو نمانده، الله مانده شه. حسنا به خاطر میگه که به هر نامش طلب بکنی الله اجابت میکنه. حسنا به خاطری است که الله متصف به می صفت است، اما طور نام نیست که مفهوم واقعیت نداشته باشه. حسنا اینه میره میگه یسبح له ما فی السماوات. خلاصه سخن چی برات بگویم؟ تسبیح بیان میکنه، پاکی بیان میکنه، له برای الله، ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست، مخلوقاتی که در آسمان ها وجود داره، کدام مخلوقی که الله پیدا کرده پاکی الله را بیان میکنه. والارض آن چیزی که در زمین است کلش پاکی الله را بیان میکنه، یا قولا یا حالا، یا در زبان بیان میکنه یا حالتش تقاضای بیان پاکی الله است. و هو العزیز الحکیم، الله زبردست ذات است، میتونه امی نظام خدا، امی عقیده را سری کلگی جبران بپذیرانه. لیکن الحکیم، حکمت والاست. حکمت والاست نمیکنه طور، حکمت تقاضا میکنه که مردم مختار باشه، که کدام راه را تعقیب میکنه، که به هر کدام پاداش داده شود. باز جنت و دوزخ به کی داده شود؟ اینجا باید میدان امتحان باشه و بعد از او چی شود؟ نتایج مرتب شود. یا آیات را آخری سوره حشر است. در حدیث میاد کسی که هر بیگاه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبه بخونه، بعد از او آیات را بخونه، 70,000 ملک چی میکنه؟ برش استغفار طلب میکنه. اگر بمره ای در جنت است، اگر بمره امی شب ای در جنت است. ملائک در خدمت تو میاد. خو مراد از تلاوت یادتان باشه، سورت ها که فضایلش میاد، آیات ها که فضایلش میاد، این محضی در زبان خواندن نیست که محضی لبا را شروع بده، این خواندن که در مفهوم و معنای از او عمیق نظر بکنی و تاثیر امی صفات در تو پیدا شود. اونو وقت باز امی طور ثوابا داره. این مردم فریب میخوره که بس محضی لبای تشور بده اینی قدر ثواب داره. مطلبی از این را بدانی، سرش عمل بکنی، باز بعد از او این ثوابا برات است. الله توفیق بده بر ما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.